میکنه. خانوما، آقایون، اگر میگن خلوت با نامحرم حرامه، فقط خلوت تو مغازه نیست، خلوت تو خیابون نیست، خلوت پیامکی هم حرامه. وقتی یک زن و مرد نامحرم، دختر پسر نامحرم دارن برای هم پیامک میفرستن، در واقع دارن با هم خلوت میکنن، ولو اون طرف دنیای این طرف دنیا. این خلوت پیامکیه، حرامه. خلوت اینترنتی هم حرامه، خلوت واتساپی و وایبری و لاین و کوفت و زهرمار هم حرامه. خانم محجبه نمازخون آمده میگه حاج آقا، یک آقایی ما تو گروهمون داریم، من ببخشید یکم عاطفی بایش احوال پرسی میکنم. میگم بیجا میفرمایید هم چیکار میکنید؟ حرامه. خلوت با نامحرم حرامه، خلوت تلفنی هم حرامه، پیامکی هم حرامه، عرضم به خدمتتون که ایمیلی هم حرامه.